سلام دوستای عزیزم، به کانال آشپزی من خوش آمدید. امروز آموزش کیک موز و گردو رو داریم که ابتدا 2 عدد موز رسیده رو پوره میکنیم. سعی کنید که موزاتون خیلی رسیده باشه چون موزای رسیده شیرینن. و بعد هم 50 گرم کره به دمای محیط رسیده رو در پوره موزتون بریزید و با هم دیگه میکس کنید. و به مدت 10 ثانیه اونو با همزن برقی هم بزنید. و 2 عدد تخم مرغ رو در ظرف مورد نظرتون بشکنید و اون رگه‌های سفیدی که در تخم مرغ هست رو جدا بکنید. و یک قاشق چایخوری وانیل به تخم مرغاتون اضافه بکنید و بعد هم برید سراغ اضافه کردن شکر. و من به خاطر اینکه موزام شیرین بودن کمتر از 1 لیوان شکر اضافه کردم. اگه موزاتون شیرین نیست 1 لیوان شکر اضافه کنید. و نکته مهم اینه که من شکرها رو با آسیاب کردم برای بافت بهتر کیکم. و بعد هم با همزن هم میزنیم تا سفید و کشدار بشه و بریم سراغ مرحله بعدی. و بعد هم پوره موز و کره رو به موادمون اضافه میکنیم و یک کوچولو هم میزنیم و 1/4 لیوان شیر و 1/4 لیوان روغن اضافه میکنیم و یک کوچولو هم میزنیم و میریم سراغ مواد خشک. مواد خشکمون شامل 2.5 لیوان آرد و 1 قاشق غذاخوری پودر بیکینگ پودر است. و مواد خشکمون رو طی چند مرحله به مواد اضافه میکنیم و در حدی که گلوله های آرد باز بشه اونو هم میزنید. زیاد هم نزنید که پف کیکتون بخوابه. و حتما ظرفتون رو دورگیری کنید. و کمی پودر گردو درون موادتون اضافه بکنید. اینجا میتونید 1 قاشق چایخوری هم دارچین اضافه بکنید که اختیاریه و من اضافه نکردم. و بعد هم ظرفتون رو با کره یا روغن چرب کنید و کف ظرفتون کاغذ روغنی قرار بدید. من برای تزیین مقداری موز برش دادم و کف کار قرار دادم، همچنین مقداری پودر گردو. و بعد هم مواد کیک رو درون قالب بریزید. سطحش رو صاف کنید و روش برای تزیین موز و گردو بذارید و فرتون رو از قبل گرم بکنید ربع ساعتی.
و به مدت 45 دقیقه در دمای 180 درجه درون فر قرار بدید و بعد از 40 دقیقه کیکتون رو با سیخ چوبی تست کنید. اگر که به سیخ چوبی نچسبید یعنی کیکتون آماده است. و برای طلایی شدن سطح کارتون شعله بالا رو روشن بکنید تا کمی روی کیکتون طلایی بشه، نه خیلی که حالا خشکم بشه، در حد طلایی شدن. و من برای خوش رنگ شدن کیکم مقداری عسل رو با آب ترکیب کردم و با فرچه روی کیکم رومال کردم. و بعد از خنک شدن کیکتون کیک رو با چاقوی اره‌ای برش بزنید و این کیک فوق‌العاده خوشبافت و خوشمزه است. امیدوارم که آموزش من مورد قبول شما واقع شده باشه و ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار شما.